بیا آوردم برات بگیر. خانم گلاب که نمیفروشه اینقدر داد میزنی. این چرا این رنگیه؟ توت فرنگیه. توت فرنگیه؟ آره مزه باش نوتلا و پاستیل بخور. بیا. خانم این چیه؟ احمق سرگل دیگه. سرگل که یه چی دیگه بود. چی؟ هیچی مرسی. وایسا ببینم دوره همی گرفتین؟ بله. چند نفرین؟ 4 نفر. دخترم هست؟ بله. بی خود کردی بدش من. بارم تموم شده اینم قبلا فروختم به یکی دیگه. برو گم شو. بیا 2 آتیش درصد بالا آوردم و خورش شد. مرسی. 207 قرمز. آقا نگیر، از این خانم هیچی نگیر، من گرفتم کور شدم. چی؟ زر میزنه بابا. اون اکسمه انقدر هیز بود و با دوستام تیک و تاک میزد رفته بود رو مخم. منم از خجالتش در اومدم. با تو کاری ندارم تو کنی. بخور. خانم چی دادی پسر من خورده حالش بد شده؟ ایوا چلا حالش بد شده پسرتون؟ آخه شما خودتو ناراحت نکنون، از بچگی حالش بد بود. گوه هم زیاد میخوره. یکی هم به خودم بده. بفهمم. تضمینی کور میشم دیگه. نه در اون حدم نیست. آخه میخوام آخرین تصویری که میبینم چهره شما باشه. خب چه طعمی میخوای؟ توت فرنگی، چری، بلوبری، پرتقالی؟ خانم مگه اومده آب میوه بخرم؟ دلت هم بخواد مزه زهر مار بده خوبه. بیا بلوبری ببر. مگه نگفتم خودت بیا بگیر؟ مگه من آدم تو هم دادم به در خونتون بیام چپر چلا؟ ببخشید نتونستم بیام، به جاش برات خوراکی گرفتم. کیتکت نخریدی؟ آروم باش. کیتکت نخریدی؟ 100 دفعه گفتم کیتکت دوست دارم. کیتکت بخر.